سلام بچه ها، من دوباره اومدم و یه مدت نبودم. خب بخوام براتون توضیح بدم که این ویدیو چیه. یه بازی هست به اسم الدن رینگ که بازی مورد علاقه منه. باستانی طور حالا کلا یه جوریه که اصلا نمیدونم چجوری توضیح بدمش، چون خیلی تقریبا همه چی داره، ولی یکی از ویژگی بارزش اینه که اوپن مپ رو میتونی همش توش اکسپلور کنی، یعنی باید توش اکسپلور کنی، چون اینجوری نیست که مثلا مرحله باشه بری مرحله بعد. مرحله هست ولی نه به شکل بازی کلاسیک. حالا یه صحنه هست امروز که ما میخوایم اینو امروز صدا سازیش کنیم که حالا ویدیوشو میذارم الان براتون که ببینید. حالا دیروز ما تا جایی که تونستیم یه سری صداهاشو گذاشتیم. حالا یه پروسه هم باز براتون توضیح میدم که چه شکلیه. آره این ویدیو حالا تا اینجا که من صدا گذاری کردم ببینید. آره خب چیزی که میتونیم بگیم هست. خب اگه حالا ما همه اینا رو میوت کنیم، یه فعال میشه میزنه و حینش داره عقب هم میره، که پس ما یه صدای فعال شدنش رو میخوایم، یه حمله پی. آره. خب تا جایی که من صدا گذاری کردم اینه که میریم ادامش. حالا یه توضیح راجع به تک تک صدا هم بخوام بدم. یه صدایی داریم که ووشه برای این حرکت، بعد یه صدایی داریم که برای فعال شدنشه. آره بعد اینه. به نظرم این یکم بیا جلو بهتره، یکم عقب‌تر، هم جلوتر. آره الان خوبه. خب یه صدایی برای فعال شدنش داریم، صدای جادویی داریم. باز میخوام صدا اضافه کنم توش. این صدا رو داریم و در نهایت این که رو هم رفته این شکلی میشه. خب یه صدایی هم امروز صبح ساختم براش، ببینیم کجاش میتونیم استفاده کنیم. صدایی که ساختیم حالا چند بار من ریکورد کردم طوریه. به نظرم برای شروعش میتونیم از این استفاده کنیم. یکم جلوتر. خوبه. با این چیکار میشه کرد که بهتر بشه؟ مرسی که تا اینجا همراه بودی. اینم طریقه ساخت این صدای جادویی